بسم الله الرحمن الرحیم. Good evening, sir. My name is Simi. My question is, why are the ladies not allowed to divorce their husbands in Islam? این خانم سوال میکند: سلام، عصرتان بخیر. نام من سمی است. سوالم این بود که چرا در اسلام زنان اجازه طلاق دادن شوهرانشان را ندارند؟ بعد از آن آقای دکتر ذاکر نایک فرمودند: خواهر ما سوال خوبی پرسیدند که چرا در اسلام زنان اجازه ندارند تا شوهرانشان را طلاق بدهند. خواهر عزیز، تا آنجایی که به مسئله طلاق مربوط می شود، به طور عمده شما می توانید طلاق را به 5 دسته طبقه بندی کنید. اول با رضایت متقابل هر دو زن و شوهر صورت می گیرد. دسته دوم به خواست شوهر به صورت یک جانبه است. دسته سوم، اگر خانم و شوهر هنگام عقد ازدواج در نکاحنامه شرایط را ذکر می کنند صورت می گیرد. اما به صورت پیشفرض در قرآن صلاحیت به مرد داده می شود. چرا؟ بعداً به آن می پردازم. اما در نکاحنامه که یک قرارداد ازدواج می باشد، زن هر شرایط را که بخواهد می تواند بگذارد. اما شرط مشروع که در قرآن منع نشده باشد. او حتی می تواند شرط بگذارد که به صورت نکاح می کنم که شوهرم با زن دومی ازدواج نکند. زیرا ازدواج با بیشتر از یک زن در اسلام اجباری نیست. اگر پسر شرط را قبول کند درست، در غیر آن دختر پسر دیگری پیدا کند و پسر دختر دیگری. او می تواند این شرط را بگذارد که تا زمان من زنده ام تو نمی توانی با زن دومی ازدواج کنی. اما نمی تواند شرایط را بگذارد که خلاف فرموده قرآن باشد. مثلا نمی تواند شرط بگذارد در صورتی با شما ازدواج می کنم که نماز نخوانید. زیرا خواندن نماز در اسلام الزامی است و می تواند شروط اختیاری بگذارد. به طور مشابه او می تواند شرط بگذارد که من طلاق یک طرفه می دهم که با آن طلاق توفی می گویند. دسته چهارم، اگر زن در نکاحنامه ذکر نکرده باشد اما باز هم طلاق می خواهد، او می تواند از شوهرش تقاضا کند که نمی توانم یک جا با شما زندگی کنم و از شوهرش بخواهد که او را طلاق دهد که با آن خلا می گویند. ببینید دسته چهارم، اگر شوهر موافق نباشد و با او بدرفتاری می کند، در آن صورت او می تواند به دادگاه مراجعه کند و به قاضی شکایت کند و نکاح فسخ کند، یعنی ازدواجشان را باطل کند. اگر شوهر با او بدرفتاری می کند و حقوقش را پرداخت نمی کند، او می تواند به قاضی مراجعه کند، نکاحشان را فسخ کند. بنابراین حتی زن هم می تواند طلاق بگیرد، اما تحت شرایط عادی اختیار به شوهر داده می شود. چرا؟ زیرا در مسئله ازدواج فرد متضرر شوهر می باشد، نه زن. زن سود می برد. اگر سخنرانی هم در شنبه گذشته را شنیده باشید، تحت عنوان حقوق زنان در اسلام پامال است یا حفظ شده است، اشاره کردم که هنگام نکاح زنها اجازه دارند تا تصمیم بگیرند. قرآن کریم در سوره نساء سوره 4 آیه 4 می فرماید: و مهر زنان را به عنوان هدیه از روی طیب خاطر بهشان بدهید. در مسئله ازدواج برای مرد لازمی است تا به خانم خود مبلغ را من حیث مهر بپردازد و مهر می تواند هر مبلغی باشد. تصور کنید قبل از ازدواج زن سرپرستی و مسئولیت خانه و زندگی، خوراک و پوشاک، مسئولیت های مالی و غیره به دوش مرد مانند پدر و برادرش می باشد و بعد از ازدواج این مسئولیت و مراقبت او به دوش مرد مانند شوهر و پس از آن پسرش می باشند. و اگر طلاق واقع می شود، پس از آن وظیفه والدین است تا به او توجه داشته باشد. اگر والدین و خانواده پدری نداشته باشد، وظیفه جامعه است که به او توجه داشته باشند. اگر اجتماع نباشد و یا به دوش نمیگیرد، در آن صورت وظیفه دولت اسلامی است تا به او توجه کند. بنابراین از نظر مشکلات مالی او مسئول است. وقت طلاق صورت میگیرد، مردی که طلاق میدهد مهر را که پرداخته از دست میدهد، اما زن مهر گرفته را باز پرداخت نمی کند. حالا او شانس این را دارد که دوباره با مرد دیگر ازدواج کند، اما اگر مرد بخواهد با زن دیگر ازدواج کند مجبور است تا مهر دوباره بپردازد. اگر تمام صلاحیت به زن سپرده شود و زن نکاح میکرد و طلاق میداد، چنین نبود، پس او بار بار پول به دست می آورد و متضرر در اینجا کیست؟ مرد است. خداوند سبحانه و تعالی مقام مرد را حفظ کرده. در غیر آن ما باید درباره حقوق مرد در اسلام سخنرانی میکردیم. زیرا اگر یک بار که طلاق واقع می شود، مرد نسبت به زن بیشتر از نگاه مالی و غیره متضرر می شود. زنان از طرف خانواده یا از طرف جامعه یا دولت در امان هستند.
به همین دلیل الله سبحانه و تعالی مرد را حفظ کرده، اما با آن هم اگر زن بخواهد میتواند هنگام عقد نکاح در نکاحنامه ذکر کند که او همچنان میتواند طلاق بدهد یا میتواند از شوهرش تقاضای طلاق کند که به نام قلا یاد می شود. و یا اگر از طرف شوهر مورد آزار و اذیت و بدرفتاری قرار می گیرد میتواند به قاضی مراجعه کند و میتواند ازدواجشان را لغو کند که به نام نکاح فسخ یاد می شود. امیدوارم پاسخ سوالتان را گرفته باشید. دوستان گرامی، تشکر از اینکه ویدیو را تا آخر تماشا کردید. لطفاً نظریاتتان را در قسمت کامنت با ما شریک سازید. برای تماشای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را فشار داده و گزینه آل را انتخاب کنید تا از نشر ویدیوهای بعدی ما آگاه شوید. برای حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک و شیر کنید. تا نشر ویدیوی بعدی که باز انشاءالله خدمتتان حاضر می شویم، خداوند بزرگ یار و یاور همه ما و شما باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.